نام خدای مهربون. بچه‌ها امروز میخوام به کمک شما دایی رحمت یه خوراکی خیلی خیلی خوشمزه درست کنیم. پاشین بیاین اینجا، بیاین اینجا با هم دیگه غذا درست کنیم. چی؟ چطوری؟ آها فهمیدم. یه خونه یه آشپزخونه، پخت غذا قصه‌مونه، غذاهایی که پختنش هم سریعه هم آسونه. یه خونه یه آشپزخونه، نعنا و ریحون و پونه، سیر تا پیازشو با هم یاد میگیریم دونه دونه. سلام دخترا، سلام پسرا، به برنامه خودتون خوش اومدین. ما اومدیم بازم با یه خونه یه آشپزخونه. امروز میخوایم با هم دیگه یه املت خیلی خوشمزه درست کنیم. من به بچه هام قول دادم که براشون امروز این املت رنگارنگ خوشمزه رو درست کنم. مطمئنم که شما هم دوست دارین. راستی عکسایی که میگیرین از لقمه های مهربونی یا بشقاب مهربونی به کانال برنامه مادر شاد ارسال کنین. من داشتم فکر میکردم که امروز این لقمه مهربونی ما نصیب کی میشه؟ سلام دایی، حال شما خوبین؟ خوش اومدین. سلامت باشین. روز شما بخیر. خیلی ممنون. ظهر شما بخیر. وقت شما بخیر. شما بخیر. نه الان روزه. میدونم. وقتتون بخیر. خیلی ممنون. وقت شما بخیر باشه. سلامت. همه چی خوبه؟ خوب. خدا رو شکر. خدا رو شکر. طبق روال، طبق برنامه داره پیش میره. خدا رو شکر. من تو باغچه بله. حبیب آقا تو باغچه داره کمک میکنه. خدا قوت بهتون. اصلا اتفاقای خوب. بله. اومدم ببینم چی میخوای درست کنی که برای حبیب آقا هم ببرم، بگم به با هم بخوریم و لذت ببریم. بله. من امروز میخوام املت درست کنم. او هم چی میگی؟ من امروز میخوام املت درست کنم. انگار مثلا میخوای چه کار بکنی دایی؟ املت میخوام درست دیگه. یه تخم مرغ و گوجه میریزی کنار هم میذاری رو گاز میپزی. نه دایی. نه دایی؟ نه. یعنی پس اول گوجه رو میریزی بعد تخم مرغ رو اضافه میکنی؟ نه بابا اینجوریه نیست. فهمیدم. از اینایی که اول تخم مرغ رو میریزن، بعد گوجه رو میریزن، بعد روغن رو بعد میذارن قشنگ دم. نه اینم نیست دایی. اینم نیست. متوجه شدم. چی؟ اول برمیداری گوجه رو رنده میکنی قشنگ. نه. پوستش رو میذاری کنار. خب بعد گوجه رو میریزی. بعد که گوجه ریختی یه ذره‌ش رو نگه می‌داری، تخم مرغ میریزی. اینم بعد دوباره اینم نیست. نه. آها هم میزنی، همه رو با هم میزنی. هیچ کدوم از اینایی که میگید نیست دایی. تخم مرغ سالم، گوجه سالم. نه. فهمیدم. چی؟ از اینا هستی که املتو با رب درست میکنن. نه هیچ کدوم نیست. بگم خودم. حالا تش دیگه یه ذرم پیاز داغ میریزی توش دیگه. نه دایی، متاسفانه هیچ کدوم از اینا که گفتید اصلا نبود. این که داری میگی نه بگم اینه. نه دیگه قراره با هم یه املت رنگارنگ خیلی خوشگل و خوشمزه درست کنیم. من به بچه‌هام قول دادم امروز این املت رو باید براشون درست کنم. املت رنگارنگ؟ املت رنگارنگ. رنگارنگ چیه دیگه؟ یه عالمه چیزای مقوی توش داره. هر چی دم دست میرسه میریزی توی هر چی دم دستم میرسه روش میذاری و میدی به خورد ما دیگه. همش مقویه، ویتامین داره. این املت رنگارنگ رو امروز شما میخورین. خب نظرتون راجع به اون املت که الان داشتید راجبش صحبت میکنید کلا عوض میشه. بله مثلا چی؟ این املت اون نیست. یه دونه بگو چی داره توش. مثلا ذرت داره. واقعا؟ آره.
چه جالب. خیلی چیزای رنگ خوشمزه توش داره. پس دیگه اینو حتما برای حبیب آقا باید ببرم. آره قطعا خوشش میاد. آره پس اوه بچه‌ها بفرمایید. سلام خیلی خوش اومدین. بفرمایید. چه خانومایی، چه دخترایی، چه عزیزایی. یکتا پرستش هستم. من مامان یکتا جان هستم. یکتا جان خواهرش آوا جانه که خیلی هواشو داره، باش مهربونه، کمکش میکنه، به منم تو کارهای خونه کمک میکنن. بعد غذام خدا رو شکر میکنن، از من تشکر میکنن. سلام، من نیلیا گلمپنه هستم، 6 سالمه. من مامان نیلیا هستم. نیلیا به آشپزی کردن خیلی علاقه داره. دخترم هر وقت غذاشو میخوره خدا رو شکر میکنه و از من تشکر میکنه. سلام، من ملینا هستم، تاله. من مامان ملینا جان هستم. ملینا دختر خیلی مهربون و خوبیه، دختر فوق‌العاده دلسوزیه. یه برادر بزرگتر از خودش به نام موبین داره. خیلی خواهر برادر خوبی با هم هستن. ملینا تو کارهای خونه خیلی به من کمک میکنه. اول غذا بسم الله میگه، آخر غذا خدا رو شکر میکنه، از ما تشکر میکنه. سلام، من شیدا احمدیان هستم. من خواهر شیدا هستم. شیدا همیشه تو جمع کردن سفره و پهن کردنش خیلی کمک میکنه و بعد از تمام شدن غذاش همیشه خدا رو شکر میکنه و از من تشکر میکنه. خیلی دختر خوبیه و همیشه تو همه کار به من کمک کرده. با دختره گلمون آشنا شدیم. بله. دیدیم چه دختره خوبی هن، چقدر خانومن، چقدر هنرمندن. دیدی مامان و بابا چقدر تعریف کردن ازشون. بله خیلی دسته گلن دخترمون امروز. حالا میخوایم با این دسته گلای زیبا امروز این املت خوشمزمون رو درست کنیم. خیلی عالی. ببینیم اول. میخوایم ببینیم. بچه‌ها دوست داریم ببینیم؟ آفرین. میبینیم 1 2 3. بفرمایید. اینم از املت رنگارنگ. قراره امروز میریزیم؟ بله. چه جالب. بله قراره امروز این املت رو با هم درست کنیم. به پس بریم دستامونو بشوریم. پیشبندامون هم ببندیم. بیایم اینو درست کنیم. بفرمایید. چه املتی. آخ جون، رسیدیم به بخش آشپزی. بخشی که خیلی جذابه. خیلی پرهیجانه. بله قراره این خوراکی ها رو با هم دیگه قاطی بکنیم. بله. از توش یه خوراکی خوشمزه. بله همینطوره و خیلی هم قراره بهمون خوش بگذره. بله. بچه‌ها آماده این شروع کنیم؟ آفرین به شما. پس شروع میکنیم با اولین ماده، یعنی آفرین. با تخم مرغ میخوایم شروع کنیم. بله. تخم مرغ یه لحظه. چشم. من میخوام یه راه جدید بریم. من یه راه بلدم. بله. که تخم مرغ خودش شکسته میشه. بله. واقعا؟ بدون اینکه من هیچ کاری بکنم. ببینید خوب دقت کنید. میدونید که هر چیزی رو باش صحبت بکنی به جواب میده. بله. تخم مرغ هم یکی از اون خوراکی است. من میخوام باش صحبت کنم. تخم مرغ خوشمزه، تخم مرغ زیبا، تخم مرغ جذاب، شکسته شو. دیدی؟ ولی اون بر شکسته شو، قبول اینجا شکسته بشه. اصلا روش درستی نبود دایی. چرا روش درستی نبوده؟ بیرون شکست. اشکال نداره. ایناش که میریزه بیرون، ایناش میریزه تو. وای کثیف شد دایی. حالا اون تمیز میشه. این بعد اون برتر. آره دیگه بشکنی. آره حالا صحبت کنید شما هم شاید درست بشه. نه ما صحبت میکنیم که خیلی تمیز و مرتب توی کاسه بشکنیمش. دیدی چه قشنگ. خیلی قشنگ بود. با همین تمیز کنم دیگه. با هم تمیز کنیم. بله
خب بچه‌ها تخم مرغ بشکنیم تق تق. منو ببینین، نیلیا منو ببین. یه اینجوری نگاه کنین. 1 2 3 تق 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 بزنیم و اینجوری بشکنیم. اینو دیگه میشه استفاده کرد؟ نه دیگه. نه وای دایی نه. اصلا نمیشه این کار نکنین. نه پرسیدم دایی. نه گفتم حیف نشه یعنی. نه دیگه. آفرین. بچه‌ها اگه دستاتون کثیف شد من یه کوچولو اشکالی نداره. اگرم پوسته افتاد، پوست تخم مرغ از توی تخم مرغ در بیارین. من برم دور نه اشکال نداره. من یه چیز دیگه هم یاد بدم حالا که این اتفاق افتاد. وقتی پوست تخم مرغ میفته توی تخم مرغ با قاشق سخت در میاد. خود پوست تخم مرغ رو برمی‌داریم. چه جالب. آره همینقدر راحت این پوسته خارج میشه. بله به این روش. قشنگ آشپزیه. بله پس چی؟ آره. خب حالا فنشو بلدی. آره دیگه دایی همه رو باید یاد بگیریم دیگه. به بچه‌هام یاد میدیم. باش. حالا میخوایم اضافه کنیم یه چیز خیلی خوش رنگ و خوشمزه. گفتیم املتمون املت رنگارنگ دیگه. بله. با رنگ زرد شروع میکنیم. این چیه؟ ذرت. آفرین. پس ذرت رو اضافه میکنیم به تخم مرغ. به. آره. بعد حالا قاشقامون هم برداریم. با دست بریزین اشکال نداره. با دست بریزین. کلشو با دست بریزین. آفرین. من کامل بریزم. همه رو بریزین. کامل. خب بعد قاشقتون رو بردارین. قاشقو برداشت. آره. بذارین داخل کاسه. بله. یکم تخم مرغ هم بزنین. چقدر رنگای قشنگی داریم. الان 2 تا رنگ زرد با هم قاطی شده. آره. ذرت و تخم مرغ. خب همینقدر بسته. باش. رنگ بعدی که میخوایم اضافه کنیم رنگ سبزه. آخه بله. چقدر رنگ خوب. سبزمون که اینجاست اسمش چیه؟ بچه‌ها اسم این چیه؟ میخوای یه دونه بخوری؟ چی؟ نخود فرنگی. آفرین. نخود دیگه نمیخواد فرنگیه. شکلش چیه؟ کافیه؟ آره کافیه. دایره. چه شکلیه؟ دایره. قلقلیه ریزه. گرده آره. بله. نخود فرنگی پخته شده. دست شما بله. اضافه می‌کنیم. کلشو. همشو. بله. اینم هم میزنیم آفرین. خوبه هم بزنیم. باز دوباره یه کوچولو هم میزنیم. هم بزن و هم بزن. تندتر و تند. نه یه کوچولو باشه. هر چی شما میگین دایی. هر چی شما بگید. بعد میخوایم اسم املت رنگی بله. که بی دلیل رنگی نیست. آره. زرد و ریختیم، سبز و ریختیم. حالا میخوایم قهوه‌ای بریزیم. نه آن قهوه‌ای. حالا میخوایم قرمز رو بریزیم که بریزیم. گوجه است. من این گوجه ها رو یه مقداری سرخشون کردم، با 1 2 قاشق روغن سرخشون کردم، یه ریزه نمکم زدم که خوشمزه بشه، که آب اضافی نداشته باشه. این کارم مامان باباها بله، میکنن. 100% بزرگترا این کارو میکنن. همینطوره. کل گوجمونم اضافه میکنی. کلشو. آره دیگه املت اصلش گوجه است دیگه. بله. من توپالی تصویب به هم. آره. البته دایی املت کلا فقط با گوجه نیست، خیلی املت های زیادی داریم ما که گوجم نداره. ما زمان قدیم املت اینجوری می‌خوردیم. خب ما اونجوری می‌خوردیم دیگه. ما الان تو باباچم همینجوری می‌خوردیم. آره ولی خب میخوام من مدل‌های مختلفشو تو ظرف تخم مرغ رو می‌ریزیم، روغن رو می‌ریزیم، می‌ذاریم هم می‌ذاریم خیلی خوشمزه. رو به هم داریم پخ می‌زنیم یه لقمه می‌خوریم. نوش جونتون. اونم یه مدلشه. بله. حالا بچه‌ها یه ذره با هم دیگه هم بزنیم. هم بزن و هم بزن. تندتر و تندتر بزن. هم بزن و هم بزن. تندتر و تندتر بزن. بله. من دیگه گوجه شد. برای من کلا گوجه است. قرمز شد قشنگ. بله. میدونید که املت بعضی وقتا تو صبحانه هم استفاده میشه. بله. یعنی تو وعده صبحانه هم املت میخوریم. بله خیلی هم میچسبه. اصلا چه املت باشه چه نباشه خانم نانا. بله. وعده صبحانه خیلی مهمه. خیلی زیاد. چون باعث میشه ما قوی بشیم، پر انرژی بشیم. بله. روزمون رو پر انرژی و شاداب و سرحال شروع کنیم. همینطوره. بله. به کارامون پر انرژی بله. پس میتونیم اینو صبحونه بخوریم. بله. یه وقتایی مثلا میتونیم اینو ناهار بخوریم، بله. میان وعده بخوریم. بله. ولی صبحانه هم میشه استفاده کرد. خب بعد از این رو هم زدیم چیکار باید بکنیم؟ میخوایم رنگ سفیدو اضافه کنیم. این چیه؟ این چیه بچه‌ها؟ آرده. بله. آخه تو املت آرد استفاده میکنه؟ تو این املت آرد استفاده میکنه. ولم کن دایی. میدونین چرا؟ من استفاده نه میدونین چرا؟ چرا؟
دیدین شکلش چقدر خوشگل بود، فرق میکرد. آره. چون که داخلش آرد داشت دیگه که ریخته بودیم تو قالب. آره. آها به اون دلیل. به خاطر اینکه بتونیم تو قالب بریزیم آرد بهش اضافه میکنیم. آرد استفاده میکنیم. یه چیز خوبی گفتید، ولی اگه نخواستن تو قالب بریزن آردو نزنن، اینو بریزن داخل تابه همجوری همش بزنن. آفرین. پس اینم میشه. اینم نکته. آره. کل آردو بریزین. کل آردو بریزین. کل آردو اضافه کنیم. خب بچه آرد از چی درست میشه؟ گندم. آفرین. معلومه که خوب بچه ها اطلاعات زیادی دارن. بله همینطوره، خیلی باهوشن. بچه ها هم بزنیم. البته خود آردم یه در واقع حالت غذایی داره بله دیگه. بله، سیر کننده است، مقویه، جالب چه املت بامزه. خیلی. بچه های خوش رنگه، حالا مونده هنوز یه رنگ دیگه اضافه نکردیم. حبیب آقا این املت رو ببینه کیف خیلی میکنه. خوشش میاد، من مطمئنم دوست داره. بچه ها میدونم که دوست داره، حالا من فکر میکنم که بچه ها دوست داشته آره باشن. دیگه حالا میخوریم دیگه. آره. تست. حالا من اینجا میخوام از سبزی استفاده کنم. میخوام ببینم بچه ها میدونن این سبزی اسمش چیه؟ جعفری. آفرین. جعفریه. ولی تو خونه هر سبزی داشتم، مثلا ریحون میتونه بشه. بله. شیوید میتونه بشه. بله. گشنیز، جعفری، تربچه، پیازچه. پیازچه. هر چی سبزی داشتن میتونن داخلش استفاده خیلی کنن. عالی. اصلا الان میتونن نزنن حتی. اونم سلیقه‌ایه. اونم سلیقه‌ای. ببین چقدر من راحت یاد میدم آشپزی رو. ویدئویی اصلا اصلا سخت گیری به نمی‌کنی. خاطر همین هر چی که خوبه. هست. ببین اینجوری منو ببینی، برگاشو کوچولو کوچولو با دستمون خورد میکنی این شکلی. خب و خیلی خوشبو، خوشمزه و مقوی ترش میکنه. بله. کلا سبزیجات خیلی پرخاصیته. بهتره که کنار غذاهامون یا حتی داخل غذاهامون ما از سبزیجات همیشه استفاده کنیم. برای بدنمون خیلی مفیده. خیلی مفید. بله. الان ما اینو میریزیم. خب بله. قرار نیست خیلی پر سبزی باشه دیگه. میخوایم فقط عطر جعفری رو داشته باشیم یا هر سبزی دیگه‌ای که ریختیم. بله. بعد یه چیز دیگه هم ما میخوایم اضافه کنیم دیگه. بله. اینم ادویه محبوب من. یه سبزیه، در واقع سبزی خشک شده است که پودر شده. بله. اسمش هم آویشنه. آویشن. بله. بله. ما نیاز داریم به پودر سیر و پودر آویشن. آویشن. بله. حالا چقدر بریزیم؟ یه ریزه پودر سیر، 2 ریزه، 3 ریزه. خب پودر سیر رو میریزیم. بچه‌ها پودر سیر رو بریزین. نلینا، 3 نلیا. ریزه. پودر سیر رو بریزید. 1 ریزه، 2 ریزه، 3 ریزه. آفرین. بعد اینکه پودر باید بریزه. آفرین دایی. بعد اینکه ریختیم بچه‌ها آویشن هم با هم استفاده می‌کنیم. بله. 2 ریزه میریزیم. 2 ریزه. 1 ریزه. 2 ریزه. 2 ریزه. بفرمایید. باشه. 1 ریزه. 2 باریکلا. ریزه. آویشن داره میریزه. خب من از بچه‌ها بپرسم که دیگه میدونن حتما این چیه. بله. اینا چیه بچه‌ها؟ فلفل و نمک. آفرین. فلفل و نمک. بچه‌های توی خونه اگر به فلفل حساسیت حالا دارن، اینو بزنیم. اونو آویشن رو آویشن رو زدی؟ بزن. اگه نزدی بزن. بله. 2 ریزه بریز. بچه‌های توی خونه اگر فلفل براشون حساسیت زا بود و حساسیت داشتن نزنن. آره. چشم. اگرم خواستن بزنن خیلی کم، چون ممکنه تند بشه. من 1 ریزه 2 ریزه همینقدر. آره. منم 1 ریزه 2 ریزه 3 ریزه چون من نه. دوست دارم. آها شما چون من فلفل برای چون خودم. بزرگین اشکالی نداره. و نمک هم به میزان خیلی خیلی کم استفاده می‌کنیم. بچه‌ها 1 نمک رو 1 ریزه 2 ریزه 3 ریزه. آفرین. بفرمایید. کم و خوب. 1 ریزه 2 ریزه 3 ریزه بله. 4 ریزه 5 ریزه نه، چون نه، بزرگم میتونم 5 ریزه هم نه استفاده اتفاقا کنم. بزرگا باید خیلی بیشتر مراقب باشن نمک رو کمتر بخورن. باید با نمک باشه. خوشمزه باشه. شور نباید بشه. شور نباشه. کم نمک و اندازه در واقع. کاملا درست میخوام. بله. ما آخرین ماده‌مون هم می‌خوایم اضافه کنیم و هم عسل. بزنیم. نه. عسل. عسل توی املت. آفرین. روغن رو اضافه می‌کنیم. چشم. بله. بفرمایید. اینم روغنه. آفرین. روغن رو اضافه می‌کنیم و این آخرین ماده‌ای بود که ریختیم دیگه. به. بله. حالا تموم همش شد. تموم شد. همش میزنیم تا شما داریم. آماده باش. حالا اینو من هم زدم دیگه. باشه. تا شما دارید هم میزنین تمام بشه من برم قالبا رو بیارم. شما برید قالبا بله بیارید. تا بله شما با قالبا رو اجازهتون. بیارید من یه نکته بگم. یه نکته خیلی مهم.
که بچه‌ها همه میدونن، بچه‌ای که تو خونه هستن. من اینجا همیشه یه نکته مهم میگم، اونم اینه که اگه شما هم مثل ما یه غذای خوشمزه درست کردین، یه بشقاب مهربونی، لیوان مهربونی یا هر چیزی درست کردین و خواستین به دوستاتون بدین، قبلش حتما ازش عکس بگیرین، بعد همون عکس رو برای ما تو کانال برنامه‌مون توی شاد به این نشانی بفرستین. هر قالبی یکی بریزیم. خب یعنی خانم، بله دایی. بعد از اینکه ریختیم توی این ظرفا دیگه باید اینجا رو جمع کنیم. بله همینطوره. بله. من فقط بگم چه جوری بریزیم توی چجوری ظرفا. بریزیم؟ اگر خواستیم توی این قالبا درست کنیم بله. که گفتم اگه از این قالبا نداشتن اصلا اشکالی نداره، آردو نزنن و اینو روی گاز درستش بکنن. حتی اصلا همینو میتونن توی تابه بریزن. بله. توی تابه که ریختن خیلی راحت درشو بذارن، این خودشو میگیره و سفت میشه و بله. دیگه آماده است. من فقط یادآوری میکنم این بخشیه که باید پدر مادرها کمک کنن. بله. بچه‌ها باید حواسشون باشه بله. به گاز دست نزنن. بله این کار بزرگتر بله. است دیگه، پخت و پس کار بزرگتر است. بله. خب پس بریزیم. اینجوری قالبا یا از این قالبا استفاده میکنن که نمیچسبه یا توی تابه یا می‌ریزن. مقداری چربش میکنن. خب باشه. حالا بدون این ظرفم به من شکلی بدید. نداریم، میخوایم با هم باشه. استفاده کنیم. ببینیم بچه‌ها 3 تا قاشق تو هر کدوم از اینا بریزین. باشه. بذار منم آفرین. ظرفم بیارم اینجا نزدیک. نه شما بفرمایید با هم دایی دیگه. شما بریزین اینجا. آره منم این ور میریزم. باشه. یه قاشق، آفرین بچه‌ها. 2 قاشق، 3 قاشق پر بریزین یه قشنگ. قاشق، یه قاشق، ببینم 2 قاشق. بچه‌ها میتونین پرترش کنین شیدا پرتر کن. 3 قاشق. دقیقاً این میزانی که ما الان درست کردیم بله. تو 3 تا دونه از اینا جا میشه. چه جالب. آره خب دایی من این گوجه ها رو اینجوری حلقه کردم. بله. خب که بچه ها تزیین کنید. آره. آفرین. بذارن روی املتاشون. باش. بچه خودتون بذاری. تا این املت ها آماده بشه ما هم اینجا رو جمع میکنیم یکی دیگه هم که بذار. املت ها آماده شد. خانم نعنا نه من دیگه، برای سریع دوستان. ببرم واسه حبیب آقا. بله. حبیب آقا الان مطمئنم منتظره، چون بهش گفتم اشکال که من نداره. میرم خوراکی خوشمزه میرم. به به به. یکتا خانم بله اینجوریه. بله آفرین. خب دیگه من فر بریم. رو روشن کردم. یه چیزی بگم، بگیم. مامانا اگه خواستن اینو داخل فر درست کنن، فر رو با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم میکنن و طبقه وسط فر به مدت 20 تا 25 دقیقه. 180 درجه سانتیگراد. آره دیگه فر خیلی داغه، واسه همین بزرگتر رو باید این کار انجام بدن. آفرین. بین 20 تا 25 دقیقه بزنن داخل فر بمونه که کاملا بپزه. 25 دقیقه. بله کمه دایی، زیاد نمیسوزه؟ نیست. نه 25 نمیسوزه. دقیقه؟ نه. واقعا؟ آره عالیه. 180 دقیقه 25 دقیقه. بله. من الان فر روشن کردم. جمع کنیم؟ بله شما جمع کنین، من اینا رو برمی‌دارم میذارم داخل. پس بچه‌ها 1 2 با 3 اجازهتون. میگم ظرفاتون رو بردارین بیارین دم ظرفشویی بدین به من که اینجا رو سریع جمع کنین. عالی، 1 آفرین. 2 3 بدو بریم. نون و پنیر و انگور ظرفا رو پاشو بشور وقتشه آشپزخونه همیشه با جمع و جور تا غذامون پخته شه ظرفا باید شسته شه تا بعد به این آشپزی صد آفرین گفته شه تا غذامون پخته شه ظرفا باید شسته شه تا بعد به این آشپزی صد آفرین گفته شه به به رسیدیم به بخش خوشمزه خوردن غذا. خانم نعنا جانم. قبل غذا باید بسم الله الرحمن بله الرحیم بگیم. آفرین به شما، باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. چقدرم بچه ها کاراتون خوشگل شده، چه املت های قشنگی درست کردین. نیلیا، یکتا، ملینا، شیدا، چقدر خوشگل شده بشقاباتون. معلومه که خوشمزم شده دست پختاتون. حالا باید بخوریم دیگه. و شما نکته خیلی خوبی گفتی، باید بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. پس همگی با هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید. بچه میتونید اینجوری بخورین. من ولی این گوجه همیشه میخورم اما این رو
نیلیا چه مزه‌ای شده بود املتت؟ خیلی خوشمزه است. مزه چی داد؟ گوجه و مزه چی؟ جعفری. آفرین، مزه گوجه و جعفری میداد. یک تا به نظر شما املتت خوشمزه بود؟ بله خیلی دستپخت خوشمزه خودتو دوست داشتی؟ آره خیلی خوشمزه بود. نوش جونت باشه. بیشتر مزه چی رو حس کردی؟ مزه همه چیزو. مزه همه چیزو. آفرین. همه چیزو که ریختیم با مزه. آفرین با مزه شده بود. شیدا نظر شما چی بود؟ خیلی مزه خوبی بود. نوش جونت. دستتون درد نکنه. دست خودتون درد نکنه، دستپخت خودتون بود. نه این که به اون یاد دادی. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که دوست داشتی. مزهشو دوست داشتی؟ آره. خدا رو شکر. ملینا تو به نظر چه مزه‌ای شده بود؟ خیلی خوشمزه بود. مزه ذرت میداد، مزه گوجه میداد، مزه جعفری میداد. آفرین، باری کلا به شما که انقدر باهوشین. بچه‌های توی خونه شما هم گوش کنین دخترها. یادمون باشه هیچ وقت غذا رو داغ نخوریم. اجازه بدیم یکم غذا ولرم بشه، داغ نباشه که دهنمون نسوزه، که بهتر بتونیم غذا رو بخوریم و هم مزه غذا رو بهتر متوجه میشیم. پس هیچ وقت غذا رو داغ نمیخوریم. الان وقتشه که از بزرگترامون و خدای مهربونمون تشکر کنیم. پس همگی با هم میخوایم از خدای مهربونمون تشکر کنیم. به هر طرف نگاه کنیم لطف خدا فرامونه، هزار نعمتی که وظیفمون شکرشونه. لطف خدا و نعمتم، مامان بابای خوبمون، به خاطر بودنشون شکر خدای مهربون، شکر خدای مهربون. خدای شکرت به خاطر این همه نعمتای رنگی و خوشمزه. راستی دایی رحمت رفت این املت رو بده با آقا حبیب دیگه، با هم دیگه بخورن. ما هم میخوایم به بچه‌ها بگیم اگر لقمه مهربونی درست کردن عکسشو برای ما بگیرن. حالا یا لقمه مهربونی یا بشقاب مهربونی عکس بگیرن برامون به کمک بزرگترا و به کانال برنامه‌مون در شاد ارسال کنین. خیلی ممنونم که امروزم با چشم خوشگلتون ما رو نگاه کردین. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون. خدافظ. تخم مرغ شکلش بیضیه ولی این بالش زخم خمیده، این پایینش بیضیه و توش هم یه دایره زردیشه و دورش هم سفیده. تخم مرغ خیلی مفیده، قوی ترمون میکنه، خیلی هم خوشمزه است. من املت خیلی دوست دارم. املت توش روغن داره، کره داره، گوجه داره، روب داره و خیلی مقویه برام. من املت دوست دارم، خوشم میاد. ما املت رنگارنگی درست کردیم، خیلی خوشگل بود و خیلی خوشمزه بود. این خواهر کوچکتر منه، من دوست داشتم غذای امروز من میخوام باجین بدم.